بعضی هم هستن که یه جور خاص دوست داشتنی هن. یه جور عجیب دلنشینن، دست خودشون هم نیست، انگار خدا یه جور دیگه آفریدشون. مثلا ساعتها کنارشون میشینی و خسته نمیشی، اصلا سیر نمیشی از شنیدن صداشون یا نگاه کردن به صورتشون. مثلا همونایی که وقت خداحافظی یهو دلت میگیره و ته دلت میگی کاش بیشتر میموندی. اسمش رو عشق نمیذارم، شاید یه دوست داشتن عجیبه که هر کسی ممکنه حسش کنه. من اسمش رو عزیز دل کسی بودن میذارم. بعضیا عزیز دلتن، همونو که همیشه دلت قرصه، که تا آخر عمر با همون کیفیت کنارت هستن. همونایی که دلگیرت نمی کنن، همونا که دوست داشتنشون بی قید و شرطه. تو زندگی هر کسی بعضیا وجود دارن که اصلا نمیشه دوستشون نداشت و من چقدر این بعضیا رو دوست دارم. اینو میفرستمش واسه همون بعضیا.